جابر رحمان رئیس جمهور چندین بار است که این مسئله تاکید میکند برای که افغانستانی با ما دوست و برادر و همفرهنگ همیشه در طول این سالها 30 و چند سال است که برای ما تاکید است و ما همگی در بین یک رودخانه داریم که گذشتنش میدونید که برای آدمای قابل هیچ مشکلی ندارد. اما این چیزا وقتی که پرزیدنت تاکید میکند و اساس دارد که ما نمیدونیم. من نمیدونم دیگه چه خیلی است، مثلا خود من وهم زیر میکند وقتی میبینم کار در گلوی یک آدم بیگناه و آدمای بیگناه جرم میبینن، جزا میبینن. برای همین من خیال میکنم که چون اینترنت در یک ساعت تمام خبرهای ما رو به تمام جهان میبرد، بعدی هم میتونه در یک ساعت به تمام دنیا پخش شود و خیال میکنم که اون چی که مسئله تروریسم، مسئله اکستریمیسم، مثلا قتل بیگناه ها اینا مسئله هستند که مسئله جهانی شدن و ما همچون مملکتی که در روی خط مملکت های جهانی قرار داریم، ما با این گرد اطرافی که ما داریم متاسفانه ما در دم خطر قرار داریم و این کار یک تنها حکومت یا تنها پرزیدنت یا شورای عالی کرده نمیتوند. این باید که هر یک فرد تاجیکستان باید داند که ما در دم اژدها زندگی میکنیم و میخوایم از دم اژدها سخت سلامت بیرون بریم. کشورهای دیگری که همسایه ما هستند، هم‌مرز ما هستند، 100% ما با اونها اعتماد نداریم، یعنی که امنیت ما را تامین کرده نمیتونن، بلکه بسیار همسایه ما میخواهند که در کشور ما امنیت نباشد. و این خاطر اشارت ها تحلیل جدی سیاسی، یعنی که در نتیجه تحلیل جدی و اجتماعی و فرهنگی و دید نو، معرفت نو از دید معرفت نو امروزه تحلیل و بررسی شدن و انشالله که یعنی که کشایش خوبی برای ما در سال 2015 یک راهی ما کشاده میشد و خصوصا راه شاس و راهی که کشاده میشد، راه ابریشم و بسیار واکنش های خوبی دارد برای ما. ویژگی های پیام امساله بسیار با همون وضعیت ژئوپلیتیکی امروز در جهان وابسته بود و همچنین با وضعیت داخلی کشور. قسمی وضعیت داخلی کشور البته بسیار آرام است، خوب است، رشد اقتصادی تامین است و دولت از عهده همه وظیفه‌های اجتماعی و اقتصادی خودش برآمده ایستاده است، ولی در سطح جهانی تهدیدها از ما وابسته نیستند و ما باید که در مقابل آنها تیار باشیم. مسئله جوانان هم وابسته به همین تهدیدها است، چون که جوانان به رادیکالیسم و به دیگر جریان‌ها رفته ایستادند. مخصوصا یک چیزی عجایب این بود که با مسئله عائله بسیار دقت جدی داده شد که باید یک تاجیکستان عزیز ما مسئله عائله رو همین سال عائله اعلان نماید و البته در همین چون قانون‌های عاید به مسئولیت پدر و مادر هست، در مجموع گیریم تاجیکستان امسال باید که بیشتر به عائله و تربیه فرزندانمون، تربیه جوانان بیشتر دقت دهیم. یکی از سبب‌هایی که امروز جوانان ما رو به آنامین پراکنده شوی می‌آورند، رو به آنامون سازمان‌ها یا که حزب‌های می‌نمایند که آنها به دین اسلام افراد می‌آورند، به نام مبین اسلام مثلا به نام مبین اسلام اسناد می‌آورند. البته من فکر می‌کنم که به نافهمی آنها است، یعنی در عائله شاید در عائله خطایی باشد، شاید که از حساب در وقتی که در تعلیم و تربیه او کاستگی بود که امروز باید نمیتواند همچون یک انسانی کامل، همچون یک فردی کامل حقوق جامعه، همچون یک وطندار و وطن پرست حفظ وطن و مرز و بوم ملت خود را کند و امروز ما میبینیم که یک گروه جوانان ما هم به همین گروه ها شامل شدند.